خب در این قسمت قصد دارم تا شما رو با محیط نرم افزار ورد آشنا کنم. خب ببینید، اولین چیزی که باید شما یاد بگیرید نوار عنوان یا تایتل بار که به این قسمت آبی رنگ میگم، که شامل کویک اکسس یا نوار دسترسی سریع، عنوان سند، سرچ، ساینینگ یا همون اکانتی که باش میتونیم ساینینگ کنیم و دکمه‌های کنترلیه. به این دکمه کنترلی که مشخصه کلوز، ریسور داون، که این کلوز که سندمون رو میبنده، ریسور داون چیکار میکنه؟ حالت نمایش سندمون رو به کل تغییر میده و به این حالت نمایش داده میشه. مینیمایز هم که سندمون رو میبره به تسکبار ویندوزمون و دوباره برگردوندن بعد به اینجا کلیک کنیم. خب تو عنوان سند ما میتونیم اینجا عنوان سندمون رو بهمون نمایش داده میشه. به این نکته توجه کنید که به صورت پیش‌فرض ما وقتی یک سند جدیدی رو تو ورد باز میکنیم، اگه یک دونه سند باز کرده باشیم به صورت پیش‌فرض نام اون سند داکیومنت 1 هست یا همون داکیومنت 1. و زمانی که ما سندمون رو سیو میکنیم و یه اسمی بهش میدیم، این اسم تغییر پیدا کنه. تو قسمت کویک اکسس خب ما یک سری ابزارها داریم که به صورت سریع میتونیم به اونا دسترسی پیدا کنیم، مثل سیو، آندو، ریدو و اوتو سیو. حالا ما اگه بخوایم دکمه‌ای رو به اینجا یا ابزاری رو به اینجا اضافه کنیم، کافی این فلش رو به پایین رو بزنیم و گزینه‌ای که می‌خوایم و تیکش رو بزنیم و به اینجا اضافه میشه. و اگر این گزینه رو نخوایم، دوباره تیک این فلش رو به پایین می‌زنیم و تیک اون گزینه رو برمی‌داریم. حالا یه سری گزینه‌ها هست اینجا نیستش و ما می‌خوایم اینجا اضافه کنیم. کافی بریم رو مور کامنتس، صفحه ورد آپشن برای ما باز میشه. از این قسمت میتونیم اون ابزاری که می‌خوایم ما انتخاب کنیم، ادو بزنیم و اوکی و اینجا برای ما اضافه میشه. حالا برای برداشتن این دوباره همین فلش رو به پایین مور کامنتس و این ابزار رو انتخاب می‌کنیم، این سری ریموو رو می‌زنیم اوکی که بزنیم، این ابزار اینجا پاک میشه. آقا من اول بگم یه برگه تقلب دارم که میخوام به شما چی درس بدم، اگه یه مصر اومد پایین ناراحت نشید. خب مورد بعدی که میخوام به شما یاد بدم جابجایی این کویک اکسس. ما میتونیم کویک اکسس از تایتل عنوان به این زیر تبامون انتقال بدیم. چه جوری؟ دوباره دکمه این فلش رو به پایین رو میزنید، گزینه شو بیلو در ریبون رو که بزنید، این کویک اکسس میاد پایین این ریبونای ما قرار میده. و اگه ما دوباره بخوایم برگردیم به حالت قبلی، کافی این فلش رو به پایین شو اباو در ریبون رو که بزنیم برمیگرده سر جای خودش. حالا ریبون چیه؟ ببینید ریبون، قبلش من یه اصطلاح دیگر رو به شما یاد بدم، اصطلاحی به نام سربرگ یا تب. ببینید به هر یک از این گزینه‌ها مثل هوم، اینسرت، دیزاین، اصطلاحاً تب یا سربرگ گفته میشه. مثلا تب هوم، تب اینسرت، تب دیزاین، تب لی‌اوت، یا سربرگ هوم، سربرگ اینسرت، سربرگ دیزاین. حالا ریبون چیه؟ به سربرگ و ابزارهای زیر مجموعش اصطلاحاً ما میگیم ریبون. حالا ما میتونیم این نحوه نمایش این ریبون رو تغییر بدیم. از کجا؟ از قسمت تایتل عنوان، تایتل بار ما میتونیم این گزینه ریبون دیسپلی آپشن رو انتخاب کنیم. 3 تا گزینه بهمون میده. گزینه اول اوتو هاید ریبونه. وقتی من این گزینه رو انتخاب کنم، تمام سربرگ‌ها و گزینه‌هاش به اصطلاح هاید یا مخفی میشه. حالا برای اینکه میخوام استفاده کنم، کافیه موسامو ببرم بالا و این تایتل عنوان نمایش داده میشه و یک کلیک کنم، تب و وصل زیر مجموعش نمایش داده میشه. گزینه دوم چی میگه؟ میگه آقا فقط تو بیا نام تبا رو بهم نمایش بده، همه رو مخفی نکن، فقط اون ابزار زیر مجموعش رو مخفی کن و اسم تبا رو بهم نمایش بده. گزینه سوم چی میگه؟ گزینه سوم میگه آقا جون علاوه بر این که اسم تبا رو بهم نمایش میده، زیر مجموعش هم بهم نمایش بده، که همین به صورت پیش‌فرض هستش. مورد بعدی که میخوام به شما یاد بدم، ببخشید من برای تقلبم یه نگاه بندازم، اصطلاح گروه یا گروه. ببینید این خط رو نگاه کنید اینجا، میبینید به وسیله این خط یک سری ابزارها از بقیه ابزارها جدا شده، یعنی یک سری ابزارها در یک جا قرار گرفتن و یک سری ابزارها در جای دیگه قرار گرفتن. به این ابزارها که در یک جا قرار گرفته شده ان به اصطلاح گروه یا گروپ گفته میشه. مثلا گروه کلیپ بورد، گروه فونت، گروه پاراگراف، گروه استایل. پس گروه شد به مجموع ابزاری که در یک جا قرار گرفته شدن، به اصطلاح گروه گفته میشه. اصطلاح بعدی که میخوام به شما یاد بدم اسکرین
تیپ یعنی همون نوار. ببینید وقتی من روی یک ابزاری که میرم یک صفحه محاوره‌ای برای من باز میشه که اصطلاحاً به این صفحه محاوره‌ای که توضیحاتی در مورد این ابزار به نمایش داده میشه اصطلاحاً میگن اسکرین تیپ. حالا من اصطلاح ابزار رو به کار بردم. ببینید به هر یک از این گزینه‌ها مثل پیج، فرمت پینتر یا همین بولد یا غیره اصطلاحاً ابزار، دستور یا کامند گفته میشه. یعنی ابزار فرمت پینتر، ابزار پیس، ابزار بولد، ابزار فونت سایز، ابزار فونت. مورد بعدی که میخوام به شما یاد بدم اصطلاح سربرگ وابسته. سربرگ وابسته به ما چی میگه؟ به ما اینو نشون میده که میگه ببینید مثلا من میام ببینید قبلش اینجا نگاه کنید. ببینید من یک سری تبا به صورت پیش‌فرض بهم نمایش داده میشه. یک سری تبا زمانی که من یک سری از ابزارهای خاصی رو استفاده میکنم در ادامه این تبای پیش‌فرض بهم نمایش داده میشه. مثلا من یه دونه چیکار میکنم؟ یه دونه جدول میکشم. همین که من جدول رسم کنم دو تا تب دیگه بهش اضافه، دو تا تب به تبای من اضافه میشه به نام تب دیزاین و لی‌اوت. خب این تبا بهش میگن تب وابسته. یعنی تا وقتی که من این جدول رو نکشیده بودم این دو تا تب مخفی بودن و بهم نمایش داده نمیشه و همین که من دارم از این میخوام با جدول کار کنم این دو تا تب بهم نمایش داده میشه و همین که از جدول خارج بشن این دو تا تبم غیر فعال میشن. یا مثلا من نگاه کنید اینجا رو من یه دونه از این شیپ ها رو انتخاب میکنم، یه شکلی رو میکشم. همین که این شکل رو میکشم یه تبی به نام تب شیپ فرمت نمایش داده میشه که این تب شیپ فرمت وابسته به اینی که آیا من از این شکل استفاده میکنم یا به این میگن تب وابسته. نکته بعدی که میخوام به شما یاد بدم این که ما میتونیم به وسیله غلطک وسط موس بین تبامون جابجا بشیم به همین صورتی که میبینید. مورد بعدی که میخوام به شما یاد بدم گزینه این میله‌ای که سمت راست هست که اصطلاحاً بهش میگن اسکرول بار یا نوار لغزنده که وسیله ما میتونیم سندمون رو بالا یا پایین کنیم. مورد بعدی که میخوام به شما یاد بدم مورد استاتوس بار. ببین به این پایین میگن اصطلاحاً استاتوس بار که شامل گزینه زوم هست که من به وسیله منفی میتونم سندمو کوچیک یا مثبت بزرگش کنم. بعد حالت نمایش سندمون بهم اینجا داریم که سه تا حالت بهمون نمایش سه تا گزینه داریم. گزینه اول سندمون به حالت صفحات وب نمایش داده میشه. حالت دوم به صورت پرینت لی‌اوت بهمون نمایش داده میشه. همین به صورت پیش‌فرض هم اگه بخوایم چاپ هم بگیریم به همین صورت هست. و گزینه بعدی گزینه رید مود. اگه من گزینه رید مود رو انتخاب کنم من در این سندم هیچ تغییری نمیتونم ایجاد کنم و باید از این حالت خارج بشم تا بتونم از این یه تغییری تو این سندم ایجاد کنم. به صورت پیش‌فرضم حالت پرینت موده. گزینه بعدی فوکوسه. وقتی من این گزینه استفاده میکنم تمام ابزارها مخفی میشه و سند منو به صورت کامل نمایش داده میشه. برای خارج شدن از این مورد کافی که اسکیپ روی کیبورد رو بزنی از این حالت خارج میشه. تو استاتوس بار نگاه کنید زبان تایپ منو تو ورد نمایش میده. این وابسته است به زبان کیبورد شما که داره اینجا نمایش داده میشه. اینجا رو توجه کنید من زبان کیبوردمو میذارم فارسی، اینجا هم فارسی میشه. میذارم ببخشید انگلیسی، اینجا انگلیسی میشه. گزینه بعدی گزینه پروفینگ اروره. چی به ما نمایش میده؟ خب ببینید من چون هیچی تایپ نکردم و چیزی بهم نمایش داده نمیشه. من اینجا یه چند تا کلمه فلکی تایپ میکنم و این گزینه رو میزنم. این گزینه خطاهای املایی رو به من نمایش داده میشه و چند تا کلمه پیشنهادی بهم میده. میگه آقا این کلمه که شما تایپ کردین اشتباهه، شاید منظورتون اینه یا منظورتون چیز دیگه. اگه روش کلیک کنم برای من اصلاح کنه. گزینه بعدی گزینه ورد. به ما میگه آقا جون تو این سند چند تا کلمه توجه کنید چند تا کلمه تایپ شده. ببینید ببخشید الان اینجا 2 تا کلمه تایپ شده.
ببخشید. و گزینه آخر گزینه پیج، میگه این سند ما چند تا صفحه داره و شما تو کدوم صفحه قرار دارید. و اگه بخوایم به این گزینه جدیدی اضافه کنیم، کافی یک کلیک راست کنیم و گزینه های مورد نظر خودمون رو اینجا هر کدوم که می‌خوایم کلیک کنیم و تیکش رو بزنیم و اینجا اضافه میشه. این تمام چیزی بود که من خواستم به شما در این فیلم آموزشی یاد بدم.